خب بینندگان عزیز، مهمان ما زیاد نیاز به معرفی نداره، یعنی اصلا نیاز به معرفی نداره. خدمت جناب آقای دکتر علی الفر صالحی هستیم. خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به استودیوی کاردان ها، به ما منت گذاشتید. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. اگه ممکنه در همین ابتدای کار مطلبی داریم بفرمایید که بعد برنامه رو دیگه شروع کنیم. با سلام به روح پرفتوح امام راحل و تو روح مقام معظم، عرض کنم که حضور بینندگان عزیز که در ماه برجام الحرام هستیم، مقارن با ایام تلگرام الحرام. همونطور که مقام عظما فرمودن در این ماه پربار هر گناهی که انجام بدید باعث افزایش قیمت دلار خواهد شد. از جمله این گناهان میشه به حضور در تلگرام با فیلتر شکن و خرید ارز و دلار برای فرار از مملکتی اشاره کرد. جناب صالحی، شما اصالتاً قزوینی هستید ولی متولد کربلا، این یعنی چی؟ والا بنده اصالتاً قزوینی هستم، اما تولد بنده مقارن شد با شعار راهبردی قدس از طریق کربلا و لبیکی که پدر و مادر بنده به منویات امام راحل گفتن. شما تصمیم داشتید در اروپا تحصیل کنید ولی لبنان رو انتخاب کردید برای ادامه تحصیل. مگه لبنان اروپا نیست؟ آقا چطوره که ونیز تو سوئیسه بعد لبنان تو اروپا نیست؟ بعد ما فکر میکردیم که بعد از شعار قدس از طریق کربلا میرسیم به شعار اروپا از طریق لبنان که خوردیم به تحریم ها. آقای دکتر، فکر میکنید که الان در کشور ما چند درصد از کارها به دست کاردان ها هست؟ والا من فکر میکنم که بالای 100% کار دست کاردان ها هست. شما الان نگاه کن، خط فقر تو ایران 3 میلیون تومان، حقوق کارگرا 1 میلیون، دلار زده بالای 7000. بعد مسئولین میان میگن ما تو ایران فقیر نداریم. خب ما مسئولین خیلی کاردانی داریم، فقط یکم ریاضیشون ضعیفه. یا مثلا شما نگاه کنید الان برجام مالیده، همه مردم معترض، بعد ما مسئولین با کاردانی تمام میایم تلگرام رو فیلتر میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ هیچی. مردم بیخبر میشن از دنیا، یادشون میره. یه چند تا عکس نشونتون میدم، ملاحظه بفرمایید. آخه اینجا یادش بخیر دانشگاه لبنان هست، ایشون هم استاد فیزیک اتمیمون پروفسور حسن نصرالله هستن، یادشون بخیر. خب عکس بعدی لطف کنن دوستان. این عکس که خیلی عکس قشنگیه که من رفتم خدمت مقام معظم که خبر سیمان شدن عراق رو بدم به ایشون، که خب اونجا هم مقام عظما خبر سیمان شدن ترموستاتشون رو به من دادن که واقعا خب تقارن بسیار فرخنده و مهمی بود اون لحظه. خب ایشونو میشناسین؟ بله، این عکس که اصلا تشییع جنازه برجامه، حاج منصور عوضی داشتن نوحه میخوندن، من و شیخ حسن هم که دیگه همونطور که ملاحظه میکنیم افتاده بودیم به کره خوری تو اون لحظه. آی دکتر، من چند تا کلمه میگم، شما در جوابش یک کلمه بگید. البرادعی. البرادعی پاچخار بدشانس. جان کری. آخرین امید ما که پارتی بشه برای حفظ برجام، الان خودش فکر میکنم پارتی لازم داشته باشه. حالا محمد جواد ظریف. ظریف شروع کرد، در ادامه ضعیف شد که الان هم زخیم شده، ذلیل مرده. ارنست مونیز. عضو ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن ایشون، حالا دقیق نمیدونم اسمش ارنست بود یا محمود بود. قرمه سبزی. برجام. پول. آقا مجتبی خامنه‌ای. بسیار خوب. انگلیسی رو تسلط دارید کامل؟ بله، من که ABCD رو که کامل حفظم. در مکالمه هم که I am a window, please open the window, what is this is pencil noctis، اینا رو راستی من این کلماتی گفتم، یه کلمه یادم رفت بگم که شما یه جواب بگید. موگرینی. ایشون در واقع حکم الهام چرخنده اتحادیه اروپا رو دارن دیگه. ما 4 تا موگیرینی تو اروپا و آمریکا داشتیم، الان مقام عظما اینقدر بیار و یاور نبود. شما باورتون نمیشه، من خودم یه تعبیر شاعرانه‌ای دارم،
واقعا مقام عظما حکم یه دونه فلفل تنها تو شیشه خیارشور رو دارن تو این وضعیت. خدمتتون هستم که برجام چه سودی برای ما داشت، چه سودی نداشت، چه ضررایی داشت، هنوزم هست که ما البته بحث میشه، هنوزم یه عده میگن اصلا نباید این اتفاق میافتاد، نباید این توافق پیش میومد، یه عده میگن کار خوبیه، یه عده میگن کار بدیه. اگه ممکنه تون ببینید من یه نکته رو به شما بگم، این خارج شدن آمریکا از برجام که اینقدر بزرگش میکنن هیچی نیست. مثل این میمونه که شما 5 به علاوه یه نفرین میخواین برین شمال، بعد یه نفر میگه من نمیام، خب هیچی نمیشه. حالا اینکه اون نفری که نمیاد تنها نفریه که ماشین داره، این بحث دیگه است، میشه سر صحبت کرد. من حتی اون روزی که ترامپ از برجام کشید بیرون، من خودم اصلا نترسیدم، اما به محض اینکه آقای روحانی گفت ما هیچ نگرانی نداریم، 4 ستون بدنم اینجوری ویبره میلرزید، اینجوری بود وضعیت. البته از اون ورش هم بگم، ما یه سری میگن بیرون کشیدن آمریکا یه پیروزی بزرگ برای نظامه. اینا این مصیبت رو با جامعه حذفی اشتباه گرفتن، فکر می‌کنن اون کشید کنار ما صعود می‌کنیم قهرمان جواب. مطلوب. ببخشید اینجوری راحت سوال کنم، غیر از گزینه‌های روی میز، گزینه‌های زیر میز هم داریم که اعلام نکردیم و میتونیم بعدا؟ جهت اطلاع شما ما اصلا روی میز گزینه‌ای نداریم. متوجه میشم الان تنها چیزی که ما روی میز داریم خود مقام عظماست که دراز به دراز افتاده. اما خب زیر میز تا دلتون بخواد گزینه داریم. اگه دشمن سلاح کشتار جمعی داره، ما پراید رو داریم. در عرصه تکنولوژی و جنگ نرم هم که ما پیامرسان سروش رو داریم. زندگی نسل جوان امروز رو مطلوب میبینید در ایران؟ بسیار مطلوب، مقطوع، مکنوف، مرفوع. من واقعا اینجوری میبینم. من همین دیروز با یه جوونی صحبت میکردم که میگفت زندگیم خیلی خوبه، پول، ماشین، پسنداز، از به خدمتتون خونه، که خب حالا البته این جوون عزیزمون از بچهای حزب الله لبنان بود، ولی خب چه فرقی میکنه؟ شما داشتید درباره چی صحبت میکردید؟ جوان ایرانی رو میگفتید. با این موضوع رو که اصلا تلویزیون داشت نشون میداد، میگفت بعد از خز شدن برجام وضعمون خیلی خوب شده، سفرمون پر برکت شده، اصلا یک وضعی. اتفاقا همین خواهرزاده آقای جهانگیری بودنشون، نمیدونم شما میشناسینشون؟ خب بسیار از شما ممنونم که لطف کردین تشریف آوردین رو به این دوربین. با هر کسی دلتون میخواد یه چند ثانیه صحبت کنید. من در پایان برای همه آرزوی آرامش میکنم، همین آرامشی که همین الان توی مملکت نظام جمهوری اسلامی برپاست. همین صبح من داشتم با تاکسی می اومدم، به راننده تاکسی گفتم که اگه یه روز مقام عظما زنده نباشه شما چی کار میکنید؟ که در جا خود شما نبود، ولی در جا تاکسی رو زد بغل، پیاده شد، سجده شکر به جا آورد، اصلا اشک تو چشاش جمع شده بود، گفت حتی فکرشم منو آروم میکنه. منم برای شما همچین آرامشی رو آرزو میکنم. با تشکر از شما.